کار کنیم ما اینجا من گرما میمیریم، حداقل لباس بیشتر باشه. گفتم sorry I can't wear more dresses, I can't breathe, I have problem also. If you have problem I have problem also. not حاجی من خیلی مظلومم. فیف من مظلوم نیستم؟ نه تا بزنم سوارم بشن. خودشون دو تا هن، خب دو تا دوستن با هم دیگه، بعد دوتاشون هم برای یک کشور انتصاب خونه، هم کشورشون شبیه همه. بعد خب اینا زیاد ایرانی ها رو دوست ندارن. مظلومم. اینا ببین مثلا الان این درجه کولری که اینجاست برای آشپزخونن و یه اتاق اونجاست. خب من میتونم درجه اینو عوض بکنم، ولی میدونم طرف مریض میشه میاد خاموش میکنن، کم نمیگیرتم که بخوام عوض کنم. ولی اینا مار دارن، منم اژدها کم که نه اژدها. هیچ نمیخوام بازی کنم. کفر نمیم. البته برای من بد نمیشه بخوام برم، دلیل دارم. چی میپزم براتون؟ بمب هیروشیما حاجی. یعنی اگه بخوری تموم یا تقان میزنید، آب روغن قاطی میکنید. مگه معدتون شبیه من عایق شده؟ روغن بردم. آره خودش لوس میکنه حرف میزنن. نه پوی سر من به عربی. دست رو بازی درجه رو این قرار بده. منم گفتم من خونه رو حتی کرایه نکردم عزیزم، مشکل داری برو به منیجر بگو. بذاریم گرم بشه روغن. of course اگه دوست ندارم بگو خانم مثلا فلانی شما با بقیه کنار نمیان، حالا یا بقیه با شما کنار نمیاد میتونید خونه رو ترک کنید بهتر. ولی این که به من دستور بدن اشتباه میکنن. فکر میکنه رئیس اینجا کلا بدم میاد بخوام با کسی شرکی زندگی کنم. خوش به حالم بود ترکیه اولش. ولی اینو کجا بذارم من؟ خدا که من لباسم پوشیده نیست. خب دیگه چی بپوشم؟ همین گرم نشد. بچه لایو بندم بعد دوباره میام یا نه؟ علی پوشیده از خدا وکیلی. من نمیدونم که تا پوشردک بپوشم که بعد بگم سردم. خودم پوشوندم، جاکتم دارم. خودم که نمیتونم خفه کنم دیگه. این بعدم موزی داره اینجا. مقصدشون اینجا نیست. برنج قوی گرفتم برای اسمش چیه؟ برای رژیم، ولی اصلا خوشمزه نیست. من چون طعمش متفاوته. چرا کامنتت نمیاد پرنسس جون؟ عروسک جون ببخشید ولی پرنسس قصه همون بلاک شد.
Hello. Thank you, dear. But I have to close the live and come again. Guys, still here. Nobody come touch my phone, and I will back.